علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. برادر، در رابطه با سوالی که کردید، شخصی که مرتکب عمل شدگی است، یعنی که عمل زنا و فرزند شدگی است، از این طریق حکمش چی می شود؟ اولا باید که بدونیم که این زنا یک عملی خیلی زشت است. زنا عملی خیلی زشت است که الله عز و جل نهی میکند و میفرماد که ولا تقربوا الزنا، با زنا نزدیک نشوید. و چون که الله عز و جل در سوره فرقان از صفات بندگان عباد الرحمن، بندگان رحمان الله ذکر میکنه که ولا یزنون، اونها زنا نمیکنند. و الله عز و جل میفرماید که ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. بدترین راه است. الله عز و جل فرمود که با زنا نزدیک نشوید که زنا بسیار عمل زشت است. و الله عز و جل از مقدمات زنا نهی میکنه در سوره اسراء صفحه 4 از مقدمات زنا، یعنی از اون عمل هایی که باعث میشه که انسان مرتکب عمل زنا بشود، از همونها الله عز و جل نهی میکنه. میگه ولا تقربوا الزنا. مقدمات زنا چی هستند؟ اون عمل هایی که باعث میشه که انسان مرتکب عمل زنا بشود، اونها چی هستند؟ اونها همین با تلفن صحبت کردن و چت کردن با زنهای اجنبی و نامحرم و اونها را گپ پرتافتن و صحبت کردن با اونها و زنهای بگیم که بیگانه و اجنبی و نامحرم را نگاه کردن و همچنین فیلم هایی که هست امثال این از چیزهای فحشا و منکر اینها را نگاه کردن، همه اینها مقدمات زنا هستند. یعنی یک شخص وقتی که مرتکب عمل زنا می شود، یک بار مرتکب عمل زنا نمی شود، بلکه پیش از اینکه مرتکب عمل زنا بشود اول مقدمات زنا را انجام میدهد. اول با نامحرم صحبت میکند، اول با اونها چت و بازی و چت بازی میکرد و همچنین بعدا چیکار میکرد؟ بعدا مثلا که جوش مشخص میکرد، با اونها حرف میزند، یعنی که مراحل طی میکرد که بعد شخص مرتکب عمل زنا بشود. همین مراحلی که انسان قبل از اینکه در همون زنا واقع بشود، یا میگن مقدمات زنا، عمل هایی که باعثی میشود که شخص مرتکب زنا بشود. الله از همین عمل هایی که انسان باعث میشود که مرتکب زنا بشود، همین الله عز و جل میگه که به اینها نزدیکی نکنید، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. و این عملی بسیار زشت است، بلکه از این چیز جوانا دوری بکنند به شدت، و خصوص در زمانی که ما شما قرار داریم زمان فتنه است. اما در رابطه با این شخصی که مرتکب عمل زنا شدگی است و حکمش از نگاه شریعت، از نگاه شریعت اگر محکمه شرعی باشد، هر زنی که مرتکب عمل زنا شده یا که هر مردی که مرتکب عمل زنا شده، اگر که شوهر یا که مرد زن داشته باشد، از نگاه شریعت این نفر حکمش 100 درجه زدن است، چون که الله عز و جل سوره نور ذکر میکنه. و اما اگر که زنی که مرتکب عمل میشود، عمل زنا میشود که شوهر دارد، یا که مردی که مرتکب عمل زنا میشود که زن دارد، و وقتی که با اعتراف خودش وقتی که اعتراف میکند، اگر حکومت اسلامی باشد یا اینکه با 4 شاهد در همین عمل وقتی که اونها را وقتی که دستگیر کردن، حکم اینها چی است؟ سنگسار است. حکم اینها سنگسار است. اما شخصی که اگر این عمل انجام داد و بله و از این چی اینه که توبه کرد و استغفار کرد و این شخص اون کودکی که در این زن است چیکار بکند؟ اون کودکی که در شکم این زن است چیکار بکند؟ چون که شما سوال کردید که 4 ماه گذشتگی است یا که 4 ماه شدگی است. البته وقتی که این کودک وقتی که به 4 ماه می شود، این دیگه حکم انسان میگیرد و این را ابورت کردن شرعا درست نیست و او کودک گناهی ندارد. یک گناه امی شخص هر دو نفر هستند که اینا مرتکب عمل شدگی هستند. شرعا از نگاه شریعت این پدر امی شخص پدر امی کودک شده نمیتواند از لحاظ نسب، اینه که حکمی پدری را نمیگیرد. چرا؟ چون که هر عمل چون که کودکی که از طریق زنا آمدگی هست، او شرعا حکم پدر به او ثابت نمیشود. این نسبیت از او سقوط میکند. وقتی نسبیت که سقوط کرد، با دیگر احکامی که هستن اونها را از این سقوط میکنند. این خودش یک زجر و یک عذاب برای امی شخصی که عمل مرتکب عمل زنا شدگی است، امی هست. نسأل الله السلامة والعافیه. الله همه ما شما را از این چیز حفاظت بکند. از این خاطر یعنی اینها دیگه توبه میکنند و استغفار میکنند و شرعا جایز نیست که کودک برای آن ابورت بکنند یا که کودک از بین ببرند، زیرا بازی این خودش یک مرتکب باز یک عمل حرامی دیگر است و یک اولاد کشی و یک کودک کشی میشود. بله، فقط استغفار میکنند و توبه میکنند. سبحان الله. بله، بارک الله فیکم.